أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيع ذنوبنا يوم القيامة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم عليه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما غیر خدا در دو جهان یار نداریم، جز غم خدا دیگر هیچ کار نداریم. ما درختی، ما شاخی پرمیوه توحید، هر ره گذری سنگ زند آر نداریم. و بسم الله خدایا تیز کن تیغی زبانم را، بر رحمان و رحیمت خود نصرت قرین گردان بیانم را. هیچ نام خوشتر در جهان به بسم الله نیست، زان کی بخشنده عصیان بجز الله نیست. همه یک جایه به یک صلوات شیرینی محمدی صلی الله علیه و سلم صحبت امروز را انشاءالله آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی علی محمد رهبری ما محمد، حبیبی با محمد، طبیبی با محمد، صلوات بر محمد. این مجلسی خدا داد مبارک مبارک. صلی علی محمد سیدنا محمد، نبینا محمد، حبیبنا محمد، طبیبنا محمد. زندگیتون بهاری سراسر سرور و شادی، یا ربی کن تو یاری پیوندیتون مبارک. زندگیتون بهاری سراسر سرور و شادی، یا ربی کن تو یاریم پیوندیشون مبارک. صلی علی محمد سیدنا محمد، طبیبنا محمد، حبیبنا محمد. ای خداوند ارحم الراحمین، تو میدانی قلبی مؤمنین. این شهید دامادی ما را هدایت کن برای صراط المستقیم. صلی علی محمد سیدنا محمد، نبینا محمد، حبیبنا محمد، طبیبنا محمد. این مجلسی خدایی مبارک مبارک. زندگیتون بهاری سراسر سرور و شادیم، یا ربی کن تو یاریم پیوندشون مبارک. یا ربی کن تو یاریم پیوندشون مبارک. صلی علی محمد سیدنا محمد، نبینا محمد، حبیبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وزد على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما شما عزیزان به مناسبتی فرا رسیدنی توی سنیتی
سنی رسول صلی الله علیه و سلم تبریک و مبارکباد میگوییم. چون این بزرگان اسلامی که دعا کردن در حقین داماد عروس، ما هم دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین آدم و الحوا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین محمد المصطفى و خدیجة الکبرى. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین یوسف و زلیخا. اللهم الف بین قلوبهم کما الفت بین علی المرتضى و فاطمه الزهرا. خداوندا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که بین آدم و حوا. خداوندا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که پیدا کرده بودی بین محمد مصطفی و خدیجه الکبرى. خداوندا بین این دو نوجوان محبت پیدا نما، آن محبتی که پیدا کرده بودی بین یوسف و زلیخا. اللهم الف بین قلوبهم، پروردگارا بین آنها الفت پیدا نما و آن الفتی که پیدا کرده بودی بین علی مرتضی و فاطمه الزهرا. خداوندا در آینده فرزندهای صالح و صالحه مثل ابوبکر صدیق، مثل عمر، مثل عثمان، مثل علی، خداوندا در فرزندهای خوب کرامت نما و دخترکان خوب مثل انشاءالله یعنی عایشه، مثل فاطمه، مثل انشاءالله بیبی رابیه، مثل خدا خواهد انشاءالله بیبی مریم در آینده دختران صالح و صالح از غذای بغین خود خداوندا کرامت نما و چنین روز خرسندی را انشاءالله با کل خاندان ما و شما الله نصیب بدارد برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءالله که توی سنتی توی نکاح هست انشاءالله خدا خواهد، یعنی ازدواج شدن است. خدا خواهد یک چند صحبت سخن درباره انشاءالله داماد و یک چند سخن درباره عروس و یک چند سخن درباره ریا و بدعت و ریاکاری و صرفکاری انشاءالله با شما عزیزان خدا خواهد هم صحبت نشیم. البته انسان برفت حیات یک زمان خدا خواهد انسان به دنیا می آید. وقتی که به دنیا می آید انشاءالله انسان به چی؟ به تربیه، به خوردن، به آشامیدن محتاجی دارد. و به چندین زمان ها بچه که به سین 12 می رسد، دختر که به سین 9 می رسد، البته احتیاج با چی؟ به جفت شدن دارد انشاءالله خدا خواهد. اینم سنتی چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبری بزرگ گفتند النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. گفتند نکاح این سنتی من است، کسی که از سنتی من سرکشی کند وای امتی من نیست. انشاءالله خدا خواهد جمع شدن یک جوان و یک دختر با واسطه انشاءالله خدا خواهد نکاح میشد. الا حرام است. یک جایش نمیدونید که شمایی که محبت بازی هایی که میکنی امروز، شما پیش از نکاح یک جای شوی و پیش از نکاح پیش دیوال و پیش از نکاح کوچه به کوچه دست قبر کردن این حرام است عزیزان من. باید که انشاءالله شرعا یک بار میبینیش خدا خواهد. هم با واسطه خدا خواهد چی میبینیش؟ خدا خواهد زنها باید که اشتراک کند، یک دیدن یک دیگر را معقل کردن سنت است. نه اینکه شما امروز از طرفهای اروپا یاد گرفته، از شهرهای روس آوردین خدا خواهد گویا که این سنت است. خدا خواهد 2 سال 3 سال میدوی پیش دیوال و شب و روز خدا خواهد چی بلا و بدتر. این گناه است عزیزان من. از خدا ترسین. ما مسلمانیم الحمدلله، مسلمان زادیم، مسلمان دنیا را ترک کنیم. مسلمان مثل طبق سنت های پیغمبر صلی الله علیه و سلم ازدواج شویم. ببینید عایشه مادرمون حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضرت علی دادن هیچی نداشت بیچاره. یک چادری دریدگی بود از بابم از مادر شو، از انشاءالله خدا خواهد حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها موندگی بود. یک کفش و یک سنگ آسیابی خدا خواهد دستی بود. یک کفش کتی خدا خواهد ورده چکا کردن فاطمه مودم حضرت علی سپاریدن. الحمدلله. بینید ما و شما امروز میلیون صرف میکنیم، صرف به کارهای حرام.
کل اسراف حرامون، هر سه که اسراف می شود و حرام است. عزیزان من، شمارم طبق سنت های پیغمبر کمتر انشاءالله خدا خواهد ازدواج شد. کمترین بینین امروز روزها نسبت ما و شما به هستن که روزها خدا خواهد با 4 تا شریکش، با 4 تا همسایش توی می شود. ما و شما خدا خواهد میلیون برای یک زن گرفتم 5 سال و 4 سال چیکار میکنیم؟ میدویم. 4 سال و 5 سال پول جمع میکنیم. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم یک جوان دیدن، رنگا ازش گفتن بچه‌م چی گپ است؟ گفتن زن میگفته که هیچ چیز ندارم، ولو بشات. این حدیث صحیح ده. گفتن بچه جانم یک گوسفند کم داشت باشی نکاح کردنگی. تو شرط نیست خدا خواهد چیکار کردن، تو چی چیزا جمع کردن، اسراف بکاری کردنت. امروز بالکل حیات ما دوزخه. بالکل انشاءالله بیچاره برای یک زن گفتن 5 سال میدود، 10 سال در چی مسافریت، چی عذاب ها. برای یک بچه رو توی کردن 3 سال و 5 سال در غریبی ها، در محتاجی ها. این چی هستی عزیزانی من؟ شما باید که طبق سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم عادی ترین، اخچم کم ترین انشاءالله خدا خواهد توشین حیات نقش شود. بینن حیات های خدا خواهد زنهای پیغمبر، حیات های صحابگان زنهاش بین تلای زن بود، تلای حیات بود، نه جنگ بود، نه جنجال بود، نه غربت بود. امروز بالکل خدا خواهد انشاءالله غربت بالکل جدا شوی ها، تن از دنیا، از پشت لباس، از پشت خدا خواهد یک سیفنر، از یک چیزای بیهوده ما شما بالکل چکا رسادیم به دیگر خدا خواهد مورد زیداجیم. برای چیز ما کلن داریم. پیغمبر گفتن زن گرفته میشد برای 4 چیز، میدانین؟ برای جمالش، برای مالش، میدین؟ برای نسبش، برای دینش. پیغمبر گفتن که علیکم بذات دین، شما دیندار گیرین، آدم خداجو گیرین. مقصد از است زندگی خوب میشود. امروز کوف نیست، ما باید بابای قدا شود، میانه با میانه، کم بغل با کم بغل. این کوفی دارد، اسلام کوفی دارد، برابری دارد. مورد شما فقط چیه یافتیم هم یک گوجه یک دختری باید با کلا 15 تا میپرتوی. گوجه یک بیچه دختری کم بغله اگر میسی مسکو هم باشد میگه هیچی نمیکنه. شما برای ماشینش، برای چیزش، برای چارش امروز دهید هستید. همه حرکت میکنه از پول دار رکابت. لیکن پیغمبر این که علیکم بذات دین، شما گفتن دیندار گیره انشاءالله خدا خواهد. کدام یک زنی رفت پیشی من خدا خواهد میگود دخترم 25 ساله شده است داملا جان، از جهت کم بغلی میشکست نمیگیرش. امروز همه پول در پرتاف، امروز همه چیز در پرتاف. دختر بیچاره یک قاشق آب که تی میخوریش الحمدلله زیباگیش هم، عقل هم، رساگیش هم، همش جا بجا، باعث میگه که داملا جان پولی کم داریم. امروز با چه درجه رسید مسلمان شده ما دعوا میکنید، دعوای دروغ تا پرتا. همین است ما خدا خواهد. بینن امروز با چه اندازه طبقه ها در جدا شدیم ما شما. من توی میکنید، در توی باید که کم بغل یکم جایی کورپای ملایم داشیند. ایلا این خدا خواهد توی نیست. امروز بیچاره کم بغل با سری دیگ، سری آشتان میخورد، با بای بچه ها علاهیده خانش میکنید، با بای بچه ها علاهیده زیافت خدا خواهد کنید، گوسپندت پیش میمانی. با نه از مسلمانی ما بای ها را خداوند کم بغلا را وظیفه خری بای ها کرده است. امروز میبینم خدا خواهد انشاءالله علاهیده گروه ها جدا شده نکن انشاءالله. این مسلمانی است. پیغمبر بزرگوار میدانی من ادعا میگه حب النبی ولو کره الفقراء والمساکین فدعواه کذب. کسی میگه دعوا میکند که محمد پیغمبر منه، اگر میگه بیچاره و کمبغلا را بد بینه وای دعواش دروغ است. میدونی پیغمبر همراهی بیچاره ها بود، همراهی کمبغلا و محتاجا بود. ما کدوم پای گرفته رفتیم؟ پای اروپا امروز. کدوم پای رسول الله صلی الله علیه و سلم کجا شد؟ دعوا میکنه که من پیغمبر را دوست میدارم، من سنت رسول الله را زنده میکنم. کنی که سنتاش
امروز خدا خواهد دیندارم پولدار نپرتافت سازه، ملدارم پولدار اورو، یا اورو دستر نماند خدا خواهد انشاءالله. اگر ریا باشد یگان خدا خواهد خیر میکنی که در قلبت اگر ذره واری ریا باشد که منو تعریف کنن در ملکا من باید بشینم پاکه منو گوان که توی خوب کرد ملدس فلان کرد و خدا قبولش نمیکنه. میدانین شرک دو هست، شرک الاکبر و شرک الاصغر. شرک اکبرش میدانین چی هست؟ بت پرستی، گوساله پرستی، حیوان پرستی، شیطان پرستی، در خانات خدا خود خوراک کشال کردن و چشمه میگرد نمیگه. بعضی با مسلمان نواخود تقه زدن در دری خرش، تقه زدن، از مزارها حاجت پرسیدن، از مزارها مدد پرسیدن، از عزیزها فرزند پرسیدن. این شرک اکبر است. خدا نسبت بچه دادن. من امروز نصارا برای چی رئیس زلالت برفتن و یا میگن که عیسی بچه خداه یا نمی. نعوذ بالله من ذلک. کدام جوان کتاب آورد زبان فارسی خدا خواهد کتاب انجیل یگانه یکم آیتی که اولی که هست چی نیست است؟ عیسی بچه خدا. نعوذ بالله من ذلک. اگر این اعتقاد داشته باشه کفر است. خدا بچه نداره الحمدلله. همه قرآن خوان است اکثرت. میتونه قرآن خوانه نه عزیزانی من. قرآن خدا خواهد مکمل خوان. قرآن باید که جان و دل ما و شما باشد. پیغمبر روزان تن که 6 چیز در 6 موضع گفتن چی از غریب است. المسجد غریب بین قوم لا یصلون فی. مسجد گفتن غریب است در بین قومی که در وی نماز نمیخونن. امروز بیچاره مسجد ها زاری شما از مسجد بیزار. پیغمبر بزرگوار گفتن که لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد. نیست نماز برای همسایگان مسجد الا در مسجد است. مقصد این نیست نماز گفتگیش ثوابش کم است گفتن. یعنی نماز شما در خانه تو قبول نمیشه گفتگی جاش نیست لیکن ثوابش کم است. اگر شما 25 رکعت در خانه تو خوانین 2 رکعت در مسجد خوانین و افضل است. به یک روایت 70 رکعت در خانه نماز خوان 2 رکعت در مسجد. این خوب نیست؟ القرآن غریب بین قوم لا یقرؤون فی. پیغمبرتان قرآن هم غریب است در خاندانی که باید تلاوت نمیکنند گفتند. و قرآن هم ما شما آورده موندیم که در کاسا کشال کرده بالاش یک قبط چنگ دارد و با برای جین و برای دیگر و با تاری سری گهواره میمونیش و خدا برای وی نفرسوند. خداوند قرآن چی گفت؟ استعیذ بالله اقرأ. 3 بار پیغمبری بزرگوار تأکیدم بر تأکیدش گفت اقرأ بخون. نگفت دان نخون، گفت این قرآن بر در خانت کشار کردمون. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خان گفت بنام پروردگاری بزرگت. خلق الانسان من علق. آفرید گفت شما را از یک خونی بسته. میدانین شما اصل تو چی است؟ یک خونی بسته است. اصلت است یک قطره منی. میدانین اصل یک قطره منی است. از همون خونی بسته میگه الله سبحانه و تعالی چیکار کرد؟ شما را انسان کرد. انشاءالله خیر. علم الانسان ما لم یعلم. دانانیست انسان آنچه که نمیدانست. ما اول چی بدم؟ هر یک شما از مادرت عالم رویدی؟ هر یک شما از مادرت قاری رویدی؟ نه. همه ما شما چی بدیم؟ به علم بدیم. الله سبحانه و تعالی با توفیل پدر با توفیل مادر مهربان که معلمی نخستین چیکار کردیم؟ الحمدلله قرآن آموختنش یاد گرفتیم. یاد گرفت قرآن 28 حرف شرمندگی است. کدام مسلمانی که دعوا میکنه او وکی بر زبان نمیگرده، روسیه زبان نگرده، غیبت نمیگرده، بوتان نمیگرده، پلی خدا خواست 100,000 تقدم میبینیش. اگر یه چیگیره میگوی اتش کمه بعد 28 حرف اسلامی ده یاد گرفتن آر میکنی نامس میکنی. بعد یاد گیر انشاءالله خدا خواهد.
خانه باید که به قرآن نباشد مسلمان. خانه به قرآن باید نباشد. خانه یک قرآن خرمون حرکت که انشاءالله خدا خط. و یک کلان سال میدونم کلان سال است الحمدلله. میدانی در دوام خدا خط 2 هفته 28 حرف یاد گرفت. 2 هفته نویستنش خواندنش الحمدلله. یک بار دیگر الهش کردم معلم ثانیه 3 4 5 چه خوند الحمدلله. این دروغ است. این من که زبان محبت ندارید. همین زنتنم محبت نباشه حیات نیست وای. یا نمی اگر دنیا در محبت نداشته باشی کود نمیره. یا نمی اگر ماشین در محبت نداشته باشی ماشین جیپ یا اینجا آوردم مونن تا هیچ نمیکنی چون که محبت نیست. تو دیمک شما قرآن در محبت نداره که نگوی زبانی من نمیگرده نمیتونم. ای بای یک استاد ما را تعلیم داد در شهری تاشکند گفت دامله ها گفت این دروغ است. گفت من 60 ندورمدم و 70 ندورمدم و 80 ندورمدم زبان نمی همون ذهن است فقط محبت به شما نیست. حقیقت است انشاءالله. القرآن گفتن غریب فی جوف الفاسق. قرآن گفتن غریب است در یک جوف شکم فاسق. قرآن یاد گرفته است با گناه میکند. قرآن یاد گرفته است عرق میخورد. قرآن یاد گرفته است زنا میکند. قرآن میداند غیبت میکند بهتان میکند پرسین میتید. قرآن میگه غریبه در مینه وی. ببینین الرجل الصالح یک مردی میگه صالح نمازخوان غریب است در دست زنی بد اخلاق. اگر میگه زن بد اخلاق باشد مردی صالح باشد وای غریب است. عزیزانی من چون که وای نمیماند که شما طاعت کنید نمیماند عبادت کنید غرغر کردن میگیرد. میگه دمی دنیا بیار پول بیار میگه نماز تا جمع کمون اون طرف چیکار میکنی میگه نماز نخوان میگه در دست میگه بد اخلاق غریب است مردی که صالح است خداجو است انشاءالله خدا خواهد. یا یک زنی میگه صالحه مسلمه غریب است در یک مردی بد اخلاق بدفعل. از کلام یک زن میگه داملا جان نماز دوزی میخوانم شوم میآید از موام کشاله میکند میزندم. خیلی مردای بد اخلاقی بدفعلی منافق هم است در بین جمعیت ما. باید انشاءالله خدا خواهد شما نماز خوان شدین عیناً زنای شما در کف تو بازی کرده گردد. نماز خوان آدم از زنش مثل پیغمبر صلی الله علیه وسلم از زناش که 11 دونه بود همش در کفش بازی میکرد. میدانی پیغمبری بزرگوار زبانی شیرین داشت. چنان زبانی شیرین داشت که یگان زنش آرزو نمیکرد که محمد از وی دور شود. یگان زنش ماشی میروشی نمازخوان است اخلاقات از دهن تیلا میرزد. زن تا آزار میتی زنت بیزار است پدرت بیزار مادرت بیزار. این نماز نیست. خدا میگد استعیذ بالله این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز میگه شما را از کارهای فحش و منکرات میدارد. اگر ندارد و نماز نیست. حضرت عمر گفتن اگر نماز شما در همه دنیا برای شما فایده ندید در آخرت فایدهش نیست. فایدهش یه از اخلاقات خوب میکنی تمام. 99 گرد سکه میگردی اون 99 گرده که به نماز بدی بد اخلاق بدی اکن نیک اخلاق میشه انشاءالله خدا خواهد. سی پیغمبر مثل صحابه بین دوستداری خدا خواهد امت میشه دوستداری مردم میشه انشاءالله خدا خواهد. پیغمبر چی گفتن خصلتانی لا شیء افضل منهما. 2 خصلت است که از وی خوبتر در دنیا خصلت نیست. یکم گفتن المؤمن بالله و نفع للمسلمین. یکم گفتن به خدا ایمان آوردن. خدا را یکگیش نه قادریش نه بزرگیش نه به اتگیش نه به اپگیش نه به زنیش نه به دختریش نه دایم بودنش نه همیشه زنده بودنش نه ایمان میاری. دویم فایده مردم میکنی. مردم باید که از دست شما آزار نکشد عزیزان من. از دست شما از زبان شما از پای شما از رفتار و گفتار شما باید که آزار نکشد. مردم هم بهاش الله قبول میکند. یاد نبرار
پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه و در کوچه شتگی بودن، یک جنازه گذشت. مردم گفتن بسیار بد اخلاق بود، بسیار افلاس بود، بها کذا عرق خور بود. پیغمبر بزرگوار گفتن که وجبت، خاموش شدن. از عقیب دیگر یک دیگر جنازه اومد، مردم گفتن بسیار انسان خوب بود، الحمدلله به آزار بود، عبادت کننده بود، خداجو بود. پیغمبر گفتن وجبت. صحابه پرسیدن که یا رسول الله، یکم جنازه که گذروندن شما گفته که بد اخلاقش وجبت، گفتن و این دوزخ واجب شد. یا دویم تاوته که آوردن شما خوبیاش بیان کرده، این چی شد؟ این در جنت واجب شد. این یاد نبرد. انشاءالله خدا خواهد دعای مردمم انشاءالله نزد الله اجابت می شود، نزد الله انشاءالله قبول می شود. العالم غریب بین قوم لا یسمعون فیه. یک عالم گفتن بین قوم غریبه که و یک گوش نمیکنن. هرچند و پند و نصیحت میکند، هرچند معویزه میکند، گوشش نمیکنن. آدم گفتن این هم بیچاره غریب. پیامبری بزرگوار میدانی خدا خواهد چقدر غریبی ها را از سرش گذروند. حالی نو اسلام بود، 3 سال اسلام خفیه دعوت کرده از پیغمبر. 3 سال میدانی پیغمبر خفیه اسلام ده دعوت کرد، از ترس کافر آره، از ترس و یاره خدا خواهد انشاءالله. بعد 3 سال حضرت عمر ایمان آورد، آشکاره انشاءالله خدا خواهد دعوت کرد. لکن با اخلاقش، با رفتارش هزارها ایمان آوردگان. عزیزانی من، این باعث خیلی نیست که شما خدا خواهد یک لینیا بروی. این یک شاخ است، درخت است، ریشش است. تمام درخت شاخ دارد، بر دارد، میوه دارد. اخلاقت انشاءالله خوب کن. پیغمبری بزرگوار از سوال کردن که یا رسول الله، این خلق خوب، این زبان شیرین، این لب شیرین، این معامله از کجا یاد گرفتی؟ پیغمبر گفتن که ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. گفتن من خدام ادب داد. بین خدام. عایشه مادام اصلا کن که این محمدی که شیرین ای، اینقدر لفظ شیرین دارد، اینقدر معامله خوب دارد. این گفتن از کجا یاد گرفت؟ خلقه که خلق القرآنی. گفتن خلق محمد قرآنی است. قرآن خواند، سوره قلم خواند، خدا گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این لعلک علی خلق عظیم. محمد ما تو را در بهترین خلق آفریدیم. این 4م سوره قلم خواند. سوره قلم 4م آیت خون. خدا میگه ما تو را محمد در بهترین خلق کردیم، در بهترین رفتار و گفتاری خوبت کردیم که چنان معامله که مردم از معامله تو خدا خواهد قائل شوند، از رفتاری تو خدا خواهد ایمان بیارن. بین کلیم خدا را بین انشاءالله خدا خواهد. بین پیغمبری بزرگوار صلی الله علیه وسلم. من یک تا عایشه مادرم کتی بعض زنهاش کتی زندگی کرده نمیگم. یک روز دور مدن زنهاشون ما نیست خدا خواهد. امروز زنهای ما اون نمازخانی و دلوغ بسیاریش دلوغ لینزه کده خچه شوشه خدا خواهد سرکه میگرده. امروز به همون لینزه او لینزه را پرتا خدا خواهد اخلاق تا اول خوب کن. اول معاملت نسبت شد، نسبت خسرود، نسبت کشتامنت، نسبت خدا خواهد انشاءالله همسایت، از نمازخانه مردم نفرت نکنه. چنان معامله که انشاءالله خدا خواهد. من ندیدم یگان خانه شما فارچکه داشته شدین همسایش. که نه فارچکه مسلمان باید که همسایش هر روز خدا خواهد نون تید وای نتید پوست شما تید. شما فهمیده سکو دینی ما چی است؟ دینی سخی است. میگه من سخاوت است، دینی سخیگی است. شما سخی شین انشاءالله خدا خواهد. همسایت نه خدا خواهد باید فارچکه داشته باشی. پیغمبر بزرگ فرمود که همسایه به همسایه 3 حق دارد، همسایه به همسایه 2 حق دارد، همسایه به همسایه 1 حق دارد. ولی خدا خواهد بشرط آش خورده است آشی اگر همسایه دست یک تای سلامت کش نخرش باوی. ندانی حضرت موسی پیغمبر الله چی گفت؟ ای موسی اگر گفت مهمانی من حرمت کنی دیدار من نشونت ندیم، اگر مهمانی خودت حرمت کنی جنت میداره حرمت. حضرت موسی دعا کردن که ربنا وای مهمانی تو کیای؟ مهمانی من کیای؟ گفتن آن مهمانی که ناخواست می آید در خیال نیست وای مهمانی من ای گفت. میدانی برادر ازبک سخن بگن اوزو کگن عطای خدا چقرب کگن بلای خدا. او فیداد میکنه بلای خدا ہے.
وای خودش که ناخواست معاش خود است تایید نه تو کو برادر بیا گو رزق در همینجا بده گو انشاءالله انا دینی مبین ما باجاش میکنیم با کایت اخلاقات و پرده کشیدمون با کشیدی همسایت اوش نبینه با گوشت نبینه با این اسلام داری نیست زیزانی من اسلام پیغمبر هیچی نداشت در یک روز خدا خواهد 1000 دینار صدقه بکرد هیچی نداشت میگرفت در دستش اینده میدادش میگرفت توش بیچاران میدادش میدانی با شما خدا خواهد در بانکامو در صندوقامو دلار و طلا زیر کمدگی های دیلمون نمیشه که یک سومک گیرمو درای خدا برده یک کم بغل نبتی بشه خیلی دینی سخاوت که بود کجا شدید و یا نامرد شو مرد شو و یا نامرد شو پوست روس باشد اگر در همسایت کافر باشد بیدین یک بریده نان حقش میدی یا نه برای باید کافر گفته کو باید زده و معاملت کره این